صبح روز 5 نوامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با نشونمای درختان سایه افکن و آرایشی در باغ ملی شناس شدند. هدف بازدید سرور دولت از باغ ملی شناسایی با پرورش درختان آرایشی که برای رشد کارهای آبادانی و کبودیزارکنی و بهتر کردن حفظ محیط زیست نگرانده شده است. ضمن صحبت با باغداران پرزیدنت مملکت با آنها برای درست برآمدن پرورش نهالها مصلحت‌های مفید دادند. در باغ ملی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با وضع نشونمای درختان سایه افکن و آرایشی شناس شدند. نهال‌های در اینجا پرورش یافته برای آبادانی و زیبایی کوچه و خیابان و باغ‌ها و گلگشت‌های شهر دوشنبه استفاده می‌گردد. درختان باغ ملی برای گذراندن کارهای علمی، تحقیقاتی، تجربوی و برای مطابق گردانی با اقلیم شناخته شده است. اینچنین همه گرمخانه‌ها، نونهال و گل‌های موسمی و بسیار ساله پرورش می‌کنند. بعد شناسایی با نشونمای درختان در همین جا پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از نمایشگاه نوع و نمودهای گوناگون درختان سایه افکن و میوه‌دهنده و آرایشی که از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود پیوند و اگنتی خواجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل گردیده بود دیدن نمودند. اکثر درختان زیبای و نادر آرایشی و سایه افکن و گل و گلبوته‌ها از گوشه‌های گوناگون داخل و خارج کشور در نمایشگاه به معرض گذاشته شده بود. اطلاع داده شد که در نزد اگنتی خواجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 5 کارخانه واحد دولتی خواجگی نهال پروری فعالیت داشته میدان پرورش نهال 100 گکتار را تشکیل می‌دهد. عین زمان در این نهالخانه‌ها پرورش 45 نمود درختان و بوته‌های میوه‌دهنده، آرایشی و سایه افکن به مقدار عمومی 3 میلیون بیخ براه مانده شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان این شماره را ناکفایه دانسته سپارش دادند که رهبران و مسئولین وزارت و اداره‌های داخلدار و باغ‌ها صدها میلیون درختان را آماده و برای حفظ طبیعت، کبودیزارکنی، آبادانی، زیبایی و بهتر کردن محیط زیست روانه سازند. مورد ذکر است که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 مارس سال 2022 تحت رقم 149 برنامه رشد ساحه جنگل برای سالهای 2022-2026 قبول گردیده است. با مقصد اجرای نقشه چاره‌بینی‌های برنامه مذکور در 9 ماه سال جاری در میدان 2542 گکتار کارهای بنیاد و برقرارکنی جنگل و پلانتاسیا در حدود زمین‌های فوند دولتی جنگل گذرانده شده است. کارها در این سمت در موسم نهالشنانی تیر ماه سال 2023 ادامه داده می‌شوند. بعد شناسایی با پرورش درختان و بازدید از نمایشگاه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اثنای صحبت با باغداران درباره تدبیرهای سازنده حکومت جمهوری، تطبیق برنامه دولتی رشد ساحه باغ و تاکپروری، بنیاد باغ‌های نو و تجدید باغ‌های کهنه، استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی، افزایش صادرات میوه به خارج کشور و تأسیس جای‌های نو کاری اندیشه‌رانی کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان دایر به تیزاندن کارهای آبادانی و بنیادکاری استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، تشکیل و برگزاری معرکه‌های نهالشنانی، تازه و آزاده نگاه داشتن محیط اطراف به مسئولین دستور و هدایت‌ها داده آنها را به وسعت تدبیرهای سازنده هدایت نمودند.